салому алейкум дӯстони азиз. қуввати некӣ надорӣ бад макун. хайр канам метавонӣ бародарҷон ҳамин авора ба дигарро фиристон. худо нигаҳбон бошад. برای کانال یک تاجیک من سلام میگم برادران مهاجرم. من مدتی 10 سال شکینم اینوالidم محتاجم. اینا ولی من نمیتونم من نکردم اینوالidی معیوبی آنچه محتاجی مشکلات برادرها خواهش می‌کنم که کمک کنید دستگیر بشید. مدتی 10 سال که اینمی اینوالید شدیم و همه عذاب شکنجه عذاب میکشم. نمیدونم زندگیم مشکل شده و از بیشتر خواهش دارم برادرای مهاجر برادرانی دستگیری کنیم. خواهش دارم که سعی کمک کنید. من اینوالidم، صاحب عائله دارم، صاحب 2 فرزند دارم. این فرزندم یک کمپیر مادرم نفقه میگیرم و اما شرایط زندگی دشواره. برادر ما اینوالید گروه یکم دست و پایش نه از کار نمی کند، نه از راه گشته نمی تواند. بعد جراحی وزنین ستومهره انا به چنین احوال افتاده است. عائله دار هست و صاحب 2 نفر فرزند نابالغ هست. نفقه معیوبی گرفتهش به زندگی عائلوی و تأمینات کودکانش تماما نمی رسد. ولی با وجود این با عذاب هم باشد به کمبودی و نارسایی نگاه نکرده زندگی میکنم و برای هر یک روزی داده خداوند تبارک و تعالی شکرانه میگوید. خانه ندارد، در خانه کهنه خیلی فرسوده برادرش زندگی میکند که شرایطش خیلی بد است. برای زندگی کردن در این منزل یگان شرایط نیست. عائله‌مان عائله کم بضاعت است. برادرم 5 نفر فرزند دارد که یک نفرش از خردی معیوب است و تماما شیشته نمیتواند و راه گشته نمیتواند. به حال این دخترک 9 ساله نگاه کرده دلت به نهایت می سوزد. نمیداند با این کودک بیگناه چگونه کمک کنیم. انا در همین گونه شرایط به نهایت وزنین و ناگوار ما عائله کلان 2 نفر شخص معیوب با عذاب و رنج زیاد زندگی میکنیم. باز همراه ما مادر پیر و دردمند 70 ساله زندگی میکند. خانه‌مان خیلی کهنه و فرسوده است. از سنگ و چوب ساخته شده، خیلی خنک بوده. همین خیلی هم باشد به همین عذاب زندگی داریم. بخصوص ما معیوبان به نهایت عذاب و رنج زیاد میکشیم.
از شما خواهش و التجا میکنم چون که احوالم خیلی خراب و به نهایت مشکل است و این شرایط دشواری مرا تنها شما میتوانید سبک کنید. با سپاس و احترام و امیدواری زیاد، یک نفر جوان معیوب و دلشکسته کبوتا مصلح‌الدین مبودانه. خواهش دارم که برادر رو دستگیریم کنیم برای خاطر فرزندم. اومدیم چیکار کنیم؟